در شهر کابل علمای دینی جمع آمد دایر نموده کاریکاتورهای پیغمبر دین اسلام در مجله هجوی فرانسوی شارلی ابدو را محکوم کردند. علمای اسلامی تقاضا کردند که تا زمان معذرت‌خواهی رسمی مجله و حکومت فرانسه سفارت این کشور در کابل فعالیتش را متوقف کند. سلاح بدستان اسلامی در تاریخ 7 ینور بالای مجله شارلی ابدو در شهر پاریژ حمله کرده 12 نفر را به قتل رساندند. بعد از آن در صفحه اول شماره نو شارلی ابدو کاریکاتور پیغمبر دین اسلام جای داده شد. در مناطق شمال و غربی پاکستان افراد بیجا شده شکایت دارند که در فصل زمستان با دشواری‌های زیاد مواجه شدند. مهاجران داخلی در شهر بنو ابراز داشتند که مقامات آنها را با لباس گرم و غذای کافی تأمین نمی کنند. سر از ماه ایون گذشته از وقتی که نیروهای پاکستانی عملیات نظامی در منطقه قبیله‌های شمال وزیرستان را شروع نمودند، تخمیناً 1 میلیون نفر خانه‌های خود را ترک نموده به گرد و اطراف شهر بنو انتقال یافتند. در ولایت بابل عراق مرکزی فرمانده پلیس محلی ریاض حقانی روزنامه‌نگاران را به تماشای منطقه بحیرت که ماه اکتبر گذشته از تصرف گروه دولت اسلامی خارج شده است دعوت کرد. او گفت فعلا در منطقه بحیرت 2 قسم حربی نظامی، 1 قسم حربی پلیس و 1 واحد داوطلبان نیمه نظامی مستقر شده‌اند. بحیرت منطقه استراتژیکی بوده 4 راه‌های مهم ارزیابی می شود. راه آهن پیوست کننده بغداد با جنوب عراق از بحیرت می گذرد. در کتابخانه شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان 1 گوشه خاص برای کودکان اختصاص داده شد. در این گوشه پدران و مادران می توانند کودکان تا 7 ساله را طول 3 ساعت در اختیار خادمان کتابخانه گذارند. خادمان برای کودکان کتاب خوانده بازی‌های شوق‌آور تشکیل خواهند کرد.